رفتار عجیب و باور نکردنی صدیق شباب با آریانا سعید. آریانا سعید چی رابطه‌ای با این هنرمند داشته است؟ صدیق شباب در کدام کشور زندگی می کند؟ دلیل دوری وی از هنر موسیقی چی بوده است؟ جواب جالب و دور از تصور آریانا سعید برای صدیق شباب. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند دلهای افغان، یکی از هنرمندان با استعداد، مشهور و محبوب در میان خانمان هنرمند در افغانستان بوده است. آریانا سعید در سال 2008 با سرودن آهنگ دوگانه با جاوید شریف و کارهای هنریش به طور مسلکی آغاز کرد. وی کنسرت‌های متعددی در افغانستان برای دوستداران و طرفدارانش برگزار می‌کرد. آریانا سعید اولین دختر خانمی بود که در استادیوم فوتبال برای بیشتر از 30,000 تماشاچی آهنگ سرود. آریانا سعید بیشتر اوقات آهنگ‌های اعتراضی برای دفاع از حقوق زنان می‌سراید. کارهای هنری آریانا سعید در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خاص خودش را داشته است. آریانا سعید جدیداً پیشنهاد سرودن آهنگ دوگانه صدیق شباب را رد کرده است. صدیق شباب یکی از هنرمندان تک صدا و حماسه‌خوان کشور بوده است. از ولایت زیبای پنجشیر ولی تابعیت کشور آلمان را دارد. صدیق شباب از آریانا سعید درخواست آهنگ دوگانه کرد ولی آریانا سعید به این درخواست صدیق شباب جواب رد داده است. جالب اینجاست صدیق شباب مدت طولانی می شود دیگر آهنگی برای دوستداران صدایش نشر نکرده است، ولی این کار آریانا سعید نقد شدیدی از طرف دوستداران و طرفداران هنرش شده است. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید و صدیق شباب به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درود دیگر، امیتان را بر لای منان سپرده، موفق و کامگار باشید.